السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اقرا جان چند سوال داشتیم برای در فدراسیای روسیه. همین چند قشید همین سوالا گفتم میتونم بچه‌ای که یعنی وفات میکنن آیا از جمله شهیدان میشوند یا محسوب میشوند؟ شهیدها غیر شهید معرکه پیامبر صلی الله علیه و سلم 5 نفر نامبر کردند. ما یک صحبت داشتیم بعد زلزله ترکیه در این مسئله و کسی که در زیر عمارت مانده است شهید هست. آن آدمایی که در زیر صدمه گرفتار شدن این اجتهاد است، البته اجتهاد علما هست. قیاس کردن در زیر مثلا صدمه اتومبیلی وفات کرده است این هم شهید است گفتن، لیکن البته این چیزا غیب است برادرای عزیز. امروز بیگاهی در تراویح برادر نقل کرد که از زنکی جادوگر وفات کرده است، از تابوتش از همون کفنش خون آلود شده است. بعد داملای جنازه خان گفته است که این شهید شد، از این خون برآمد گفته است. نعوذ بالله، این گپای از کجا میآمد؟ هر کسی که از وی خون براد وی شهید است مگر؟ این حدیث آمده است 5 شخصیتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به منزلت شهید گفتن، یعنی اگر هم تو در غریبی اگر وفات کند برای همین خیلی قولا هست غریب شهید، لیکن وی صحیح نیست. بله مثلا یک آدم صالح هست در غریبی عذاب غریبی میکشد، از پدر و مادر دور، از همسر و فرزندها دور، از جایگاه گرم خانه آرام و وسیع دور مشقت میکشد، با وجود این از حرام ها خود را خودداری میکند، عمل های صالح اجرا میکند، همیشه مشغولی به ذکر الله هست، نمازهاش در وقتش است. البته مرتبه او بلند است در پیشگاه الله تعالی. الله تعالی میتواند به کسی خواهد قدر شهادت و از این هم بلندتر مرتبه دهد. از مرتبه شهادت بلند مرتبه صدیقا است، مرتبه حضرت ابوبکر و علمای ربانی. ولی ما نمیتونیم میگم کسی بدون دلیل شهید گوییم. و حتی در معرکه کسانی که وفات کرد صحابه ها شهید گفته دادگویی کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه از کجا میدونید که شهید؟ این الشمة التي غلها لتشتعل علیه نارا. آن لباسی که پیش از تقسیمات غنیمت دزدی کرد برای وی لباس آتشین میشد. یعنی حال غنیمت تقسیم نکرده امام پیشوای جنگ، پیشوای مسلمانان بعد جنگ غنیمت تقسیم میکنه بین جنگاورا، این میدزدد و کشته میشد. و صحابه ها ظاهرا میگن ماشاءالله شهید شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم جنگ میکنن که از کجا میدونید که شهید شد؟ الله میداند. بنابراین حالا مونده است که شهیدی معرکه ظاهرا غیر در معرکه بین مسلمان های کافرها کشته شد ولی شهید نشد. بنابراین امید میکنیم الله تعالی کسانی که در غریبی وفات میکند الله تعالی آنها را رحمت و مغفرت کند. ولی بسیار هموطنای ما در این طول 30 سال در غریبی خیلی وفات کردند. الله تعالی آنها را رحمت و مغفرت، قبرهاشون را پر نور و منور کند. و همیشه با موت شخصی غریب است، شخصی مقیم هست، آمادگی خدا بیند. موت یعنی به یگان کس کفالت داده نشده است که سینی معین یا روزی معین یا در وطن در نزد پدر و مادر و در نزد زن و فرزند میموری وفات میکنی. گفتنی وقت و ساعتش که آمد در کجایی که باشد می آید. بنابراین همیشه آمادگی خود را ما و شما باید داشته باشیم.